به نام پروردگار مهربان. سلام به شما بینندگان رادیو تلویزیونی ملی بلخ. 26 دلو 1367 خورشیدی، روز بیرون شدن آخرین سرباز ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق از مرزهای شمالی بلخ بود. این روز به نام روز نجات ملی در تقویم یا در گاه شمار تاریخ افغانستان ثبت شده است. این روز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. افغانستان سرزمینی است که در آن روزهای تلخ و شادمان و شیرین زیادی در آن وجود دارد. یکی از روزهایی که در تاریخ به عنوان روز شاد و شیرین در حافظه ملت افغانستان باقی خواهد ماند و تا ابد یادگار خواهد ماند همین روز است، یعنی 26 دلو. تقریبا 26 سال از این روز میگذرد و ما پس از 26 سال باز هم یک بار دیگر از طریق برنامه میخواهیم به گذشته برویم و ببینیم که این روز چه روزی بود و از زبان مجاهدان بشنویم که چطور این روز به هر حال در تاریخ و گاه شمار افغانستان به وجود آمد. در خدمت سه تن از مجاهدان سرشناس ولایت بلخ و سمنگان هستیم. آقای احمد علی شاه تمسکی، یکی از فرماندهان جهادین و شناخته شده جهادی و شناخته شده ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان، جناب عبدالرؤوف توانا رئیس بنیاد شهید توانا و جناب بسم الله مسلمیار از مجاهدین پیشین و فعلا قماندان امنیه ولسوالی شلگره. خب همه شما رو به بحث خوش آمدید میگم. موفق باشید. سلام. جناب تمسکی صاحب، دوست داریم بحث را با شما آغاز بکنیم. 26 دلو از دید شما به عنوان یک مجاهد که به هر حال در تاریخ افغانستان ثبت شد به عنوان روز نجات ملی، چه روزی است؟ واقعا چه اهمیتی برای ملت افغانستان و برای تاریخ افغانستان و برای آینده و نسل‌هایی که بعد از این خدمات میتونه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از شما مسئولین تلویزیون ولایت بلخ، تلویزیون ملی، تشکر میکنیم که ما را در جریان قرار دادین و سلام بر همه بینندگان محترم. وحدت اسلامی برای همه خواهانیم. امیدواریم که انشاءالله موفق و کامیاب و سربلند باشن، همچنینی که از اول انقلاب تا به حال بودن. خب خدمت شما عرض شود که راجع در انقلاب از ما سوال کردیم. در 26 دلو سنه 57 در جهاد از دریسوف معدن تور آغاز شد. البته مردم دست خالی در مقابل حکومت همون زمان قیام کردند و سلاحشان فقط ایمانشان بودن و او چیزی که به دست داشتن از قبیل سلاح سرد، مثلا تور و توزن و داس و مثلا قیچی مالکلی که سرای چوب بسته بودن، دیگه هیچ گونه پشتبان سیاسی نداشتن، فقط توکل به خدا. آقای تمسک بسیار معذرت میخوایم. البته این نکته خیلی جالب است که همزمان 26 دلو 57 روز قیام مردم دریسوف است. به این بحث با شما برمیگردیم، به خصوص که شما از دریسوف هستین و طبعا در جزء اولین کسانی بودین که در قیام دست داشتین. ولی حالا بحث ما روی 26 دلو 1367 است، یعنی روز بیرون شدن سربازای ارتش اتحاد جماهیر شوروی. من میخوام بگم که اهمیت این روز در تاریخ افغانستان و برای نسل‌های آینده افغانستان چی میتونه باشه؟ او بحث بعداً برخواد گشتیم. خدمت شما عرض شود که معلوم و هویداست که روز شکست قشون شوروی از افغانستان برای ملت افغانستان یک نامنیکی و یک افتخار و یک سربلندی بسیار مهم است که باید به تاریخ زرین افغانستان نوشته شود. حکومت و کشوری که تا دندان مسلح بودند و ابرقدرت جهان بودند، خب به توسط مردم پابرهنه افغانستان اینا شکست خوردن و مفتضح و رسوا شدن. نه تنها از افغانستان بیرون شدن، بلکه تمام سیستمشان و نظمشان از همدیگر پاشیده شد
خود کشور روسیه کاملا از هم دیگر پاشید که ابدا مثلا حکومت دیگر از پالوی حکومت شوروی داشت. آقای توانا شما چی فکر میکنین 26 دل برآیند و نتیجه چی بود؟ چه عواملی سبب شد که سرانجام روس‌ها بعد از تقریبا حدود 10 سال افغانستان ترک بکنن، با توجه به اینکه ارتش اتحاد جماهیر شوروی به نام ارتش سرخ معروف بود و تصور بر این بود که در هر جایی و در هر سرزمینی که اینا گام گذاشته بود دیگه این قدم از اون سرزمین بر نداشته و بیرون نرفته بود. در اروپای شرقی، کشورهای اروپای شرقی را وقتی تصرف کرد و بعد از او یا پیش از او آسیای میانه را اینا تصرف کرده بودن، ولی برای نخستین بار است که از افغانستان ارتش سرخ بیرون میشه. شما فکر میکنید که علل و عواملی که اینا بیرون شدن چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا، سلام علی عباده الذین اصطفى و بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. بجا میدانم که 26مین سال روز پیروزی جهاد افغانستان، روز خروج اتحاد شوروی به معنای روز پیروزی همه مجاهدان و همه ملت افغانستان است. از طریق تلویزیون ملی بلخ به همه هموطنان عزیز و مبارکباد عرض نمایم و همچنین قیام برحق، قیام آگاهانه و عاشقانه ملت سرفراز دره صوف که افتخار برای همه مردم ماست. بعد از قیام کنر، بعد از قیام نورستان، دره صوف و چارکن، 4 عصر در افغانستان که به عنوان حرکت ها شناخته می شود و این سال روزم به ملت سرفراز خود تبریک عرض نمایم. دوستی عزیز، سوالی که شما در ارتباط عوامل و انگیزه شکست ارتش سرخ در افغانستان سوال نمودین، اگر ما به تاریخ بر بگردیم، خداوند رحمان برای ملت سرفراز افغانستان یک ویژگی بخصوصی را عنایت فرموده. از زمانی که قدرت‌های استکباری، استبدادی و استثماری عمری از آنها به پایان برسه، به شکل اشکال پای از آنها به افغانستان کشانده میشه. در گذشته انگلیس‌ها زمانی که از افغانستان به شکست مواجه شد، در سرتاسر جهان گلیم جنایتی از این جمع شد. اتحاد شوروی هم که به عنوان قدرت شکست ناپذیر، آفتاب در سرزمین متعلق به اتحاد شوروی که در تحت حاکمیتش قرار داشت غروب نمی‌کرد، سنت الهی امی بود که باید به دست پرتوان مجاهدان مردم افغانستان باید شکست بخورد و از افغانستان ذلیلانه بیرون شود. عواملی که از لحاظ ظاهری در اختیار ما و در اختیار تاریخ قرار دارد است که ملت هیچگاه یوغ و قدرت‌های استکباری را به عنوان آقا قبول نمی‌کنند، بردگی را نمی‌پذیرند. این ملت بیگانه ستیز است. اینها می‌توانند با جهان دوست باشند اما برده نباشند. اینها می‌توانند با جهان با حرکت‌های تعامل خوب میان همدیگر زندگی بکنند اما به عنوان آقا و برده زندگی نداشته باشند. عوامل اساسی که ما در شکست ارتش سرخ در افغانستان مشاهده میکنیم و محققین در این ارتباط اعتراف دارند، خصوصیت و خصلت هایی که مردم دارند، یا مردم هیچگاه برده و اسیر نمیشوند. شما زمانی که مقدمه اشغال در افغانستان آغاز شد، رژیم پوشالی تحت رهبری اتحاد شوروی برنامه‌های خود شروع کرد با حرکت‌های شتاب زده و با فرمان‌های غیر معقول و غیر قابل قبول برای مردم ما، خودش باعث شد که مردم در برابر ازی قیام بکنند. وقتی که رژیم حفیظالله امین سرنگون شد و در سال 1358 شش جدی قطعات ارتش سرخ بر افغانستان مستقیما عملات بیرحمانه خود شروع کردند، مردم همه بسیط شدن. اینها تحمل ندارن که آقایی
و رهبری ملت و مردم افغانستان یک کشور مداخله‌گر یا کشوری اجنبی داشته باشد. با این اساس با فتوای علما جهاد به صورت افغانستان شمول در سرتاسر افغانستان آغاز یافت. ولسوالی هایی که پی دیگر فتح شد، قیام های همه جانبه مردم، همه مردم در صف مجاهدین قرار گرفتند. این باعث شد که رژیم با تمام حمایت هایی که از طرف اتحاد شوروی صورت می گرفت تا به مقاومت در برابر مجاهدین نداشته باشد. قابل تذکر می دانم که مجاهدین در آغاز جهاد با دست خالی بدون حمایت کشورهای بیرونی جهاد شروع کرد. حتی زمانی که قوت‌های ارتش سرخ در افغانستان داخل شد، امریکایی ها اعلام کردند که ما برای اتحاد شوروی پیام میتیم که اگر در پاکستان مداخله میکنه ما بی تفاوت نیستیم، این افغانستان که گرفتین ما کاری نداریم. در روزهای اول اینا قطعا به این فکر نبودن که ارتش اتحاد شوروی در افغانستان شکست میخوره و زمانی که پای ارتش اتحاد شوروی در هر جای میرسید به مساوی پای فیل بود، برگشت ناپذیر بود. اما فتوحاتی که برادران ما در کنر به وجود آوردن، فرقه اسمار فتح شد، فرقه ننگرهار در برابر رژیم قیام کرد، در هرات تحول عظیمی به وجود آمد، در یوسف قیام خود شروع کرد. این مراحل آهسته آهسته قیام ها گسترش پیدا کرد و سه یهود کابل تحولات دیگری به وجود آورد. مردم چنداول قیام جانانه دیگری را سازمان دادن. در افغانستان مرکزی هم تحولات عظیم رونما شد. همه ملت، همه ولایت ها با مسابقه دانه های تسبیح در جهاد سهم گرفتن، دست به دست هم شیعه و سنی و ازبک و هزاره با یک وحدت عملی و با یک وحدت نظری و یک وحدت سیاسی در سرتاسر جهان که نشان دادن که اینها ملتی هستند می توانند قدرت های بیگانه را شکست بدن. اما بود که در سال 1359 ایالات متحده آمریکا تحت بهانه کمک به مهاجرین رای پاکستان شد. زمانی دید که افغان ها می توانند ارتش شوروی را شکست بدن و هم تحت نام حمایت از مهاجرین هم ما به صورت دقیق و عمیق خدمت شما عرض می کنم که مهمترین اساس شکست ارتش سرخ معتقد بودن مردم به دین، غرور با عظمت افغانی و اسلامی از اینها، دفاع از نوامیسشان. افغان ها نه تنها بعد از اینکه مسلمان شدن این غرور را داشتن، بلکه قبل از اسلام هم این غرور را داشتن. همیشه در برابر بیگانه ها جنگیدن و رزمیدن و همیشه قدرت های استکباری در هر عصری و در هر اصلی از افغانستان شکستش آغاز شده و این یک ویژگی هایی است از برای مردم ما که عنایت پروردگار است و خداوند تبارک و تعالی غرور و عظمت بیگانه ستیزه را به ملت ما همیشه حفظ بکنه. بسیار تشکر. آقای مسلمیار، تقریبا چیزی کم 30 سال از جهاد فاصله گرفتیم و جوانها یا کسایی هستند که وقتی که جهاد میگیم شاید برایشان یک مفهومی ناآشنا باشه که جهاد یعنی چی. یعنی اگر ما از 26 دلو بگیریم تا هنوز، جوانی که در سال 67 به دنیا آمده حالا 26 ساله شده او نمیفهمه که جهاد چیه. گرچه افغانستان در جنگ هست ولی جهاد یک مفهومی برای بسیار یک نسل نوی ما چیز تازه است. میشه از اون حال هوا بگیم واقعا جهاد چی بود، مردم چگونه دست به قیام زدن و جهاد کردن و بالاخره این محرومیت هایی که در جهاد مردم و مجاهدین داشتن سرانجام به اینجا میرسه که ارتش سرخ شکست می‌خوره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هر سلام خاطر تشکر کو استاد کارمندان و استادان و جناب رئیس ملي تلویزیون د کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه و نیکی ایله وایو او درود وایو پر هغه شهیدانو باندې چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان قهرمان اتل ولس د شوروي د قوې په مقابل کې ورکړي دي. سلام وایو هغه مایوبینو ته چې د شوروي د جهاد په وخت کې د شوروي یلغرګرې قوه چې راغله دغه په مقابل کې چې جنګېدله، خپل اعضاوې د بدن چې د لاس ورکړي پر هغه اتلو مجاهدینو باندې سلام وایو. ستاسې د سوال په مقابل کې علت و انګیزه چې کله چې د روس قوه افغانستان ته داخله سوه نو د افغانستان ولس یو پلان جوړ کړي. دغه پلان په اساس باندې چې د علماو او د متنفذینو د منطقې د هغه اشخاصو چې واقعا
مسلمانانو غرور یې درلودی او زموږ خویندې و میندې چې په دې جهاد کې په دې تاریخ کې اشتراک کړی دی او کومک یې کړی پر نیمو شپو باندې موږ ته ډوډۍ پخې کړي دي، اوبه یې راکړي دي او د جهاد په اوږدو کې همکاري کړې ده. دوی یو پلان وسنجوي د شوروي د یلغارګۍ قوې په مقابل کې علماو فتوا ورکړه جهاد یې په یو خالي لاس باندې شروع کړي د صفره څخه، چې هغه د مجاهدینو او د افغانستان د قهرمان ولس په لاس کې یا مشکوش توپک یا چرایي یا تبرچه، بس دا شیان و د دې هغه غټه سلا دغه و چې د روس د ټانک او د طیارې او دغه ثقیله توپونو دیسي توپو په مقابل کې د دې دا سلا وه. اما د افغانستان د اتل ولس سره همیشه وسم په هغه وخت کې دا احساس د اسلامیت د وطن دوستۍ او دا غرور یې درلودی. د بیګانه ته لکه توانا صاحب چې وویل په هیڅ صورت نه زموږ ځوان نه سپین ږیری نه د افغانستان خویندې و میندې غلامي د بیګانه ونه مني. بس دغه یو ملي پاڅون یې وکړي، ټولو د یو په بل په یوه غږ سره د روس په مقابل کې وجنګېدله. د جنګ ثمره یې هم هغه ده چې بعد د 10 کالو مبارزې افغانان دونه قوي سوه چې روس ته یې داسې شکست ورکړي چې په کرمنل کې او د دې ټوله هغه متحدین چې هلته په داخل د اتحاد جماهیر شوروي کې وه، دوی هلته سره تیتو پاشان سوه چې تر نن لا نه دي سره ټول سوي. فقط د افغانستان د مجاهدینو او د مسلمان ولس دغه یو کلک اقدام، یو کلک عزم، غرور، اسلامت، دینی جذبه و چې د روس په مقابل کې وجنګېدل. بسیار سپاس آقای تمسکی. بیشتر اشاره کردین شما و ما هم گفتیم که از حسن تصادف 26 دلو یعنی 2 روز هست، یکی در تمام افغانستان که روزی بیرون شدن نیروهای شوروی است از افغانستان و یک هم اختصاص به شمال داره یا بهتر بگیم به دره صوف و ولایت سمنگان. از اون حال هوا بگوییم مردم چگونه به این فکر شدن که در برابر حکومتی وقت که حدوداً شاید 10 ماه یا بیشتر یا کمتر از کودتای 7 سال گذشته بود که مردم دره صوف قیام کردن و پای نیروهای دولتی را از ولسوالیشان قطع کردن و سرانجام همین قیام سبب شد که در سراسر زون شمالی 5 ولایت شمالی و حتی در زون مشرقی یا شرق هم شمال شرق هم جهاد و در واقع حرکت های مردمی آغاز شد. از اون حال هوا بگین کی رهبری کرد و چگونه مردم به این فکر شدن که در مقابل حکومت زمان بیستن؟ محترم میدانیم که حکومت خلق و پرچم یک حکومتی بود غیر انسانی و اسلامی و اینا علیه قانون اسلام و علیه عقاید اسلام و علیه ثروت اسلامی و ملکیت اسلامی و آرامی کشور ما اینا قیام داشتن و هدفشانی بود که باید سرکرده در افغانستان نمانه، نه تنها در صوف، سرکرده در افغانستان نمانه. و همچنین اول مثلا علما مولویا خب متنفذین قیردارها و خان و بیگو میر و ملیگو مثلا ثروتمند و زمیندار اینا را به عنوانهای گوناگون گرفتن، دستگیر کردن، از خانه‌هایشان تحت فشار شکنجه قرار دادن که در زندان انداختن، در سیاهچال‌ها انداختن، بعضی‌هایشان کشتن، بعضی‌های دیگری هم که رها کردن به خاطری که شاید بتوانه دل مردم را بگیره که تا مردم شورش نکنه. و لذا از زمین قبیل مثلا خب علمای ولایت بلخ هم گرفتن. اونجا آقای شیخ عبدالحسین آخون، شیخ عبدالحسین گفتنی در مثلا حسنی مدرس بودن که کلان علما بودن و اونا را با آقای جعفری، با بختیاری قیردار، طالب قیردار، خب سید که مروسین و تعداد افراد تقریبا از هر قریه بودن، اینا در
سمنگان تحت فشار و شکنجه قرار دادن. بعد اینا را رها کردن دوباره در خانه‌هایشان. بعد سر مردم فشار آورده بودن، یک قانونی داشتن اینا چند ماده‌ای که او قانونشان این بود که باید تقسیم اموال مردم شود، اراضی خصوصا بله، مالهای مردم که مثلا به عنوان مساوات در بین مثلا مردم و تقسیم ملک‌های مردم برای کسانی که زمین نداره. و حتی قانونی از اینا خلافی مثلا چی بود که مردم را به هیجان آوردن، مجبور شدن برای مردم دستور داده بودن که خانه ها را درش باز بگذارن و اگر کفش بیگانه پشت در بود دیگه صاحب خانه اجازه داخل شدن به خانه خود را نداره. و برای زنها قیمت گذاشته بودن 330 افغانی که هر زن قیمتش 330 افغانی، بالاتر از این فهمیدی قیمت نداشته باشه. و در عین حال سر مردم فشار و شکنجه به شکلی بود که روز روشن به سر مردم شب تاریک قرار گرفته بود. هر لحظه مرگ خود را از خدا میخواستن. لذا روی این جهت که سر مردم فشار بود، طبق همون آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر، مردم با دست خالی حرکت کردند خب با دستور علمای خود و جهاد را آغاز کردند. نه تنها این جهاد از در یوسف بلکه قیام اول از در یوسف آغاز شد، بعد پشت سرش قیام از چارکن آغاز شد، بعد پشت سرش از دیگه مناطق ها کاملا آغاز شد. همچنین که آقای توانا فرمودن که قبلا در دره کنر جاهای دیگری بودن اما اونا همیشه اوقات این مبارزه را داشتن در مقابلی فهمیدی از اون حکومتی وقت و زمانش. و یک بحثی که مطرح هست ایست که گاهی وقتا شماری میگن که در جهاد افغانستان دیدگاه بیرونی ها هم بود، یعنی دست خارجی ها بودن. ما به عنوان کسایی که اولین سنگ بنای قیام در در یوسف بودن، آیا چیزی فکری اندیشه یا عملی از خارج برای شما القا شد یا مردم به صورت خودجوش؟ نه این اصلا هیچ گونه پشتیبانی سیاسی از خارج نداشتیم، فقط روی عقاید اسلامی و روی همون دستورات اسلامی خودجوش مردم حرکت کردن که حتی خود مردم تمامی مثلا مواد غذایی و اینها برای مثلا از خود مردم بودن دیگه، از داخل هر قریه، هر قوم، هر طایفه دست جمعی حرکت کرده بودن. مثلا یک تعداد حرکت کردن در دهن تور رفتن حمله میکردن. ما دستور دادیم کسانی را 4-5 تا طلبه ما در مدرسه بودیم 4-5 تا طلبه را راهی کردیم در تور که اونا باید از بالا قیام کنن و ما از خودی در یوسف بریم قیام کنیم. آمدیم در نوامد که آجی علمی مدی وکیل قبول نکرد و از اونجا ما برگشتیم که خب تور آغاز جنگ را آغاز کردن، باز ما رفتیم اونجا شرکت کردیم. آقای توانا شما یک نکته جالب اشاره کردیم که در سال 1359 امریکایی‌ها علاقه گرفتن به اینکه با پاکستان بیان و از مجرای مهاجرین برخی کمک‌ها را بکنن. یک بحث همونطور که از آقای تمسکی هم سوال کردم همیست که در جهاد افغانستان یک مقدار دست غرب داخل بوده و امکانات و توانایی ها را که اونا فراهم کردن سبب شد که ارتش اتحاد جماهیر شوروی شکست بخوره و جهاد افغانستان به پیروزی برسه. و یک بحث دیگری هم که مطرح میشه در حقیقت غرب چرا دخالت کرد به خصوص آمریکا، یک نوع انتقامگیری از اتحاد جماهیر شوروی هم بود، به خاطر که در نیمه قرن 20 میلادی آمریکا در ویتنام شدیداً شکست خورد و این شکست نتیجه پشتیبانی و حمایت اتحاد شوروی از در حقیقت بگیم مبارزان ویتنامی بود. آیا شما این تناسب یا این نسبت قبول میکنید که واقعا آمریکایی‌ها خواست یک انتقام هم از روس‌ها بگیره و دست غرب یا کمک غرب یکی از عوامل اساسی پیروزی جهاد بود، یا فکر میکنید که اونا اونقدر مؤثر نبوده بلکه اراده مردم افغانستان بود که سرانجام بعد از 10 سال پیروز شدن و شوروی از افغانستان بیرون شد؟ در ظاهر امر کمک‌های غرب به منافع مجاهدین بود. ای کاش کمک‌ها صورت نمی گرفت.
ای کاش که مثل 2 سالی که ملت ما با دست خالی جنگیدن و با غنیمت‌های بسیار وافر مسلح شدن، توانمندی‌های بیشتر را پیدا کردن، این به شکلش به شکل بسیار آرام و به شکل دقیق و پخته پیش می‌رفت. غربی‌ها بنابر توانمندی‌ها و اتاق فکری که دارند و توانمندی‌های بزرگ رسانی در اختیار دارند، بدون شک در جهاد ما به شکل اشکال همکاری‌های ظاهری داشتند، چون یک چیز ثابت شده است که دشمن دوست است. ملت مسلمان افغانستان در برابر ارتش سرخ که بزرگترین دشمن غرب بود، به عنوان مهمترین نیرویی که باید در برابر دشمن غرب بجنگه، یعنی غربی ها انتخاب کردند که از افغان ها می توانیم در برابر غرب استفاده درست را انجام بدیم، که متاسفانه تا حدودی غربی ها توانستند از این اهدافی که داشتن به اهداف خود برسند. اما آن چیزی که دغدغه عزیز که اتحاد جماهیر شوروی را استنگرهای امریکایی به شکست مواجه ساخت، اگر امریکایی ها توانمندی می داشتند در برابر اتحاد شوروی در ویتنام شکست نمی خوردند. ما در افغانستان خصوصیت ها و خصلت ها و بالاترین سلاحی که در جهاد اتحاد شوروی را شکستان و ارتش شوروی هم، جنرالای ارتش شوروی هم این موضوع را گفتن که ما در برابر هر نوع سلاح قدرت ازمهلال آن را داشتیم، اما زمانی که الله اکبر گفته میشد همه چیز خود ما دست میدادیم. ما قدرت فعل کردن سلاح را نداشتیم و در برابر سلاح هیچ نوع ضد ما پیدا کردن نتونستیم. ما بازم تکرار میکردم ای کاش کی احزاب جهادی در مجموع از یک دست رهبری میشد، یک رهبری و یک زعامت سیاسی مثل سایر کشورهای اسلامی که انقلاب‌هایشان با پیروزی میرسید صورت میگرفت و اجازه نمیدادند که غربی ها در مقدراتشان مداخله بکنند. شما کمک‌های کشورهای غرب و ویژه امریکا را ببینید که اگر این به عنوان کمک می بود، اگر این به عنوان همنوایی می بود، بعد از خروج اتحاد شوروی با تمام قوت تلاش کرد که احزابی که در شکست اتحاد شوروی نقش آفرین بودند به عنوان قهرمانان در سرتاسر کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته می شد. در اون وقت نه موضوع تروریسم بود و نه موضوع اسلام هراسی بود. کشورهای غربی با از برکت جهاد افغانستان یک رابطه صمیمی با جهان اسلام داشتند. جز بیت المقدس و فلسطین دیگر سرتاسر جهان اسلام و کشورهای غربی از برکت جهاد افغانستان در یک آرامش به سر می‌بردند. رئیس جمهور امریکا او خودش با تلقین از کلمات جهاد افغانستان وقتی که با رهبرای افغان روبرو میشد الله اکبر میگفت که مسلمان ها اجازه نمیدن که در مقدراتشون کسی مخالفت بکنه. وقتی که ریگن با همراه رهبرای جهاد افغانستان نشستی داشت، صحبتایش طوری بود که فکر میکرده که یک عالم مذهبی اسلام است و معرفایی که از دین داشت در مجموع. ما میبینیم که این کمک ها کمک نبود، یک توطئه بود که بعد از پیروزی جهاد تمام دوستی ها، تمام رابطه ها برهم میخوره. مجاهدین دیروز تحت نام تروریسم کوبیده میشه، مشکلات های وسیع بر بالای ملت ما تعمیل میشه. اختلافات، جنگ هایی که در افغانستان میان احزاب جهادی به وجود آمد، در عقب جنگ ها اکثرا شبکه های استخباراتی غرب حضور داشت که توسط کشورهای منطقه مدیریت میشد. اگر اینها با کمک ما میشتافتن در تشکیل نظام مقتدر و افغانستان شمول با ملت ما نه که همکاری نکردن بلکه از ایجاد یک دولت مقتدر اینا جلوگیری کردند. به هیچ وجه ما کمک های غرب را یک کمک های صادقانه نمیدانیم، یک کمک های مغرضانه بود که ثمره شومش هنوز هم ملت ما میکشه. یک روز به نام ای ایجاد میشه، یک روز به نام او ایجاد میشه. در پشت صحنه دستای دیگرها وجود داره، رسانه هایی را انعکاس وسیع دادن، تاریخ نویسایی را نوشته کردن. این موضوع دقیق است. بحث انتقام امریکایی‌ها تلاش داشتن ولی که باید فرصت مناسب شود که باید از اتحاد شوروی انتقام بگیرن. واقعا انتقام گرفتن. اتحاد شوروی توسط تشویق‌هایی که توسط کشورهای منطقه تحت نام کشورهای مسلمان، کشور عربستان سعودی، پاکستان و سایر کشورها، مصر که امروز قاتل دموکراسی کشتارگاهی از مردم است، داخل شدند و در ارتباط تحت نام اسلام تشویقاتی داشتند تا دشمن اصلی را
به زانو در بیارند. من به صورت جنبندی که در این سوال شما را حرفای خود جمع میکنم، موضوع اساسی در شکست اتحاد شوروی غرور ملت افغانستان و دین مقدس اسلام بود، چون علما با یک فتوا همه ملت بسیج کردند. در گذشته هم شما میبینید که وقتی که علما با آمدن امان الله خان، وقتی که او اعلام کرد که ما در برابر انگلیس ها می جنگم، اعلان کردن که امان الله غازی هست و مجاهد است، به قدرت رساندن. با فتوای علما امان الله خان غازی ساختن. با وقتی که امان الله خان در تغییراتی را آوردن و مذاق علما برابر نبود، امی امان الله غازی را به امان الله تازی تبدیل کردن، ریاست هم ملا کرد و دیگر هم ملا کرد. قدرت علما و قدرت دین در کشور حرف اول میزنه. جهاد افغانستان رهبری کننده و حمایت کننده جهاد دین بود و دین توانست که ایدئولوژی منفور و باطل کمونیسم به شکست مواجه بسازه، نه سلاح‌های امریکا، اما امریکا و غربی‌ها آنچه توانستند شیطنت‌هایی کردند که تا امروز ملت ما با گودال بند شده است. آقای مسلمی، پس از 10 سال وقتی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی نتوانست افغانستان را تسخیر بکنه، تن به شکست داد. 26 دل پیامدش چی بود برای مردم افغانستان، برای جهان؟ و از دید شما آیا این یک نقطه آغاز برای فروپاشی شوروی شد و دنیا به یک نقطه رسید که تغییر برش ایجاد شد و در حقیقت یعنی بلوک شرق سرانجام با سقوط مواجه شد، یا فکر میکنه که 26 دل و در مجموع جهاد افغانستان به این نقش نداشت؟ باید تاسو په جواب کې وویل سي چې روسان په دې باندې پوه شول چې د افغانستان مجاهد ولس یو کلک عقیده لري په اساس د دې چې 1400 کاله مخکې یو راهنمود، یو طرز العمل الله پاک د افغانستان مجاهدینو ته رالیږلی چې هغه قرآن کریم دی. نو و دې ته هیڅ ضرورت نشته چې یا د بیگانگانو یا د شرق یا د غرب یا کومه پالیسی او یا یو پلان په مخ کې ویسي. بالاخره روسان په دې باندې پوه سوه او دا دوی تجربه درلوده چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې انګلیس ته هم شکست ورکړی و. خو دا چې و دوی ته دلته په افغانستان کې هغه د دوی ګوډاګیانو ملګرو چې دلته د افغانستان په داخل د خاوره کې وجود درلودی، دوی یې راغوښتي وه و دوی ته دلتسلي او یا دلبالایي ورکول چې پر افغانانو باندې به کامیابه سو. د هغو د شجاعت او غیرت او غرور هم و دوی ته معلوم سو. راغله دلته داسې ناګهاني، اما په دې باندې هم پوهېدله په طرز ولرس کې و چې موږ په افغانستان کې 100% کې شکست خورو. د افغانستان مجاهد ولس د تل د پاره او د مخکې په تاریخ چې هم لري افغانستان په دې باندې اول قدرتونه پوه دي چې په افغانستان کې هیڅ اول قدرت و اقتدار ته نشي رسېدلی. نو بالاخره روسانو چې شکست وکړي همدا فکر یې وکړي چې افغانان په اساس د دې چې یو کلک عزم لري، یو کلک عقیده لري، د عقیدې په اساس باندې جنګیږي، د اسلام او د قرآن په راهنمودۍ باندې جنګیږي. نو موږ دې افغانانو ته په هیڅ وخت کې شکست نسو ورکولی. افغانانو د دې هغه دسیسې چې دلته جوړولې یا جوړې کړې وې هغه هم شنډې کړې. بالاخره و دې ته مجبوره سوه چې افغانستان ترک کړي. بس لکه انګلیس چې شکست خوړلی و، دوی هم شکست خوړی په افغانستان کې. بسیار سپاس آقای تمسکی. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان و سرانجام 8 ثور که مجاهدین رسما قدرت را از دکتر نجیب گرفتن و دیگر نشانه از حکومت طرفدار شوروی هم در افغانستان باقی نماند، تصور بر این بود که جنگ و در حقیقت درگیری ها پایان می‌یافت، اما متاسفانه پایان نیافت و حال هم ما در جهاد نیستیم، اما در حالت جنگ هستیم. جنگ تقریبا ناخواسته. خیلی ها تلاش دارن و کوشش میکنن که میان جنگی که فعلا رواج داره یا جاری است در افغانستان، که یک طرف طالبان و تروریست است و یک طرف مردم افغانستان و حکومت و جامعه جهانی است، با جهادی که مردم افغانستان راه انداختن و تمام مردم بود، بین اینا یک تشابهات ایجاد بکنه و بگه که جهاد افغانستان هم نشد گرفته از بیرون بود و
تروریسم هم نشأت گرفته از بیرون در دخالت‌های خارجی بود. شما چه تفاوت‌های میان این دو جنگ احساس میکنید و فکر میکنید وجود دارد که او جنگ مشروع بود و این جنگ کنونی مشروع نیست؟ محترم آقای رحیمی، جنگ افغانستان، جهاد که اول اقدام شده یا مثلا نامش انقلاب بگیریم یا دفاع بگیریم، او با مثلا جنگای امروزی بسیار فرق میکنه. این جنگی که از مثلا افغانستان شروع شد علیه مثلا خلق و پرچم، بعد مثلا با علیه روس، اینا روی عقاید اسلامی بود، چون یک سلسله قانونات حکومتی همون زمان خلق و پرچم ترکی و مثلا حفیظ و نجیب و مثلا ببرکارمل و اینا یک سلسله قانونات داشتن که خلاف مقررات اسلام بود و لذا هیچ گونه پشتیبانی سیاسی از جای دیگری نبود، دستی نبود. فقط مردم به خاطر که از دینشان، از قانون اسلام حمایت کرده باشه و اینا مثلا جهاد را شروع کردن و هیچ مثلا این با او بسیار فرق میکنه. اما اونا باز هم علیه عقاید مردم می جنگن. اونایی که دستی امروز از خارج است، چی طلبا هستن چی مثلا داعشیان هستن و اینا علیه عقاید مردم. ببینین مکتب را آتش میزنن، درست؟ مسجد را فهمیدی بمبگذاری میکنن، آتش میزنن و یک تعداد مردم را سر میبرن و حتی زنها را هم فهمیدی که در مثلا ممالک‌های دیگری است که انشاءالله در افغانستان امیدواریم که ملت افغان و غیرت ایمانیشان اجازه نده و میبینیم که مثلا داعش در ممالک عراق زنها را به فروش رساندن، مردایشان را به قتل رساندن، زنها را به فروش رساندن و این مثلا رویش اونا با رویش مجاهدین بسیار فرق داره. این مجاهدین از داخل مردم، از فهمیدی از قلب مردم، از مابین مردم نشأت کرده بودن به خاطر دفاعی از مردم، به خاطر دفاعی از خاک، به خاطر دفاعی از دین خب حرکت داشتن. اما اونا در ساحه خارجی هستن. هیچگاه درست است که اگر مثلا کمک از خارج در بعدها برای مجاهدین بعد از 3 سال یا بعد از 2 سال روی کار آمد، فرمایش برادر عزیز ما آقای توانا ای کاش نمیکرد. جنگی که الان هم هست همون نقشه سابق است. هدف اینا است که در افغانستان کمک نیستن، هدفشان است که نظم افغانستان، قانون افغانستان، نظم نظامی افغانستان اینا کاملا از هم پاشیده شود تا نتوانند اینا خود را جمع کنن و اینا در مقابل مثلا همونطوری که در مقابل ابرقدرت روسیه اینا اقدام کردن و در مقابل دیگرها هم بیستن و لذا بسیار فرق داره و این در بینشان خب اگر عقل سالمی باشه خب قضاوت درستی بکنن، او جهاد با این جهاد بسیار فرق میکنه. جهاد نیست، فساد است. تغلما یعنی آب طغیان کرده، سیل کرده، همه اطراف خانه ها را برده، اونا طغیان است، اونا سرکشی است، خلاف دین، خلاف اسلام. دروغ میگن عقاید اسلامی در اونا نیست هیچ اصلا، نه در طلبایش هستن نه در دیگرشون. عقاید اسلامی مثل که مکتب مثلا در بته اطفال معصوم فهمیدی مسموم بسازه و مثلا باقی دیگه چیاره مردمان را سر ببرن، یکی عقاید اسلامی نشد دیگه. آقای توانا، یک بحثی روی مشروعیت جنگ اگر بریم، مشروعیت جهاد و نامشروع بودن جنگ گروه هایی که امروزه در افغانستان در برابر دولت و ملت افغانستان می جنگند. در دوره که روس‌ها تجاوز کرد و جنگ در افغانستان آغاز شد، شورای امنیت ملل متحد مخالف بود و مجمع عمومی مخالف بود و هر سال در مجمع عمومی در برابر تجاوز ارتش جماهیر شوروی بیشترین کشورهای دنیا رأی منفی میدادند و خواهان خروجش بود. اما در جنگ کنونی که جهان با ملت افغانستان است،
سازمان ملل متحد با مردم و ملت افغانستان است، همچنان که شورای امنیت ملل متحد. آیا این هم میتونه در مشروعیت جهاد افغانستان دخیل بوده باشه و حتی در مشروعیت دفاع امروزی مردم افغانستان و حکومت و نیروهای امنیتی در مقابل تروریسم، یا این اثر به نظر شما نداره؟ ما الحمدلله مسلمان هستم. چیزی که برای ما مشروعیت میته دستورات دین ماست. اگر سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان قانونمند، یک سازمانی که متعلق به همه بشریت می بود، مظلومیت و کشتار مردم غزه را تحمل نمی کرد، رژیم استبدادی اسرائیل باید به محکمه میکشاند. در قاموس مسلمانان امروز در سرتاسر دنیا مشروعیت و یا غیر مشروعیت از طرف سازمان ملل متحد اهمیت ندارد، به خاطر که امیر سازمان ملل متحد حامی ظالمین و دشمن مظلومین بوده. یکی در وقت جهاد افغانستان سازمان ملل قطعنامه صادر کرد، از ملت افغانستان حمایت کرد، چون به مزاح غربی ها سازگار بود. غربی ها می توانستند توسط مجاهدین بزرگترین دشمنایشان را از پای در بیاورند. بس جهاد افغانستان در برابر کمونیسم قبل از اینکه سازمان ملل متحد مشروعیت بده، ایرا قرآن کریم مشروعیت داده بود. آیه مبارکه‌ای که برادر عزیزم فرمانده ارشد جهاد و نخستین فرزندانی که به عنوان مجاهدان در دفاع از افغانستان در دره یوسف شروع کردن، جناب استاد تمسکی، آیه مبارکه را خواندن: اذن الذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اعلام استئذان و اجازه از جانب پروردگار بود و این ملت که در برابر این ملت ظلم و طغیانگری صورت گرفته بود. به همین اساس اسلام همون طوری که با ظالم مخالف است با مظلوم مخالف است. مظلومیت را نمیپذیرد. اگر مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اگر ما قیام در برابر ظلم نمی کردیم، با تأسی از این آیه مبارکه در برابر نابرابری ها و بیدادگری های زمان مبارزه نمی کردیم، امروز اتحاد شوروی از سرتاسر دنیا به شکست و نابودی و نام اتحاد شوروی از نقشه جهان جمع نمی شد، حتی می توانست امریکا را تسخیر بکنه. بحث مشروعیت برای ما در همه جنگ ها، ما نمی توانیم هر جنگ را مشروع بدانیم و هر جنگ را جهاد بدانیم. یه بحثی است که به افتای علمای امت اسلامی ارتباط دارد. متاسفانه امروز گروهکایی که به نام این آن ایجاد شدن، ما اگر ریشه یابی بکنیم، عوامل اساسی در ایجاد گروه ها سازمان های استخباراتی کشورهای استکباری هست. شما ببینید آنهایی که در جهاد افغانستان شرکت کردند، بعد از پیروزی جهاد اینها را اجازه ندادن به خانه‌هایشان بر بگردند. اینا میخواستن بر تونس بروند، اینا میخواستن بر یمن بروند، اینا رو سرکوب ساختن، اینا رو اجازه ندادن، در هر جای که شد اینا رو به زندان کشاندن. دیروز اینا رو به عنوان قهرمان میخواندن، وقتی که اینا میخواستن بعد از جهاد به خانه‌هایشان بر بگردن با تمام قوت اینها رو سرکوب کردن. اگر ما چیزی صادقانه و روشن صحبت بکنیم، حقیقت ها را برملا بسازیم، ریشه یابی بکنیم که گروه های القاعده یا تروریسم یا داعش یا طالب یا این و آن چرا ایجاد شد، ما بر بگردیم. امریکایی ها و غربی ها و سازمان های استخباراتی جهان تلاش مضاعف داشت. از یک طرف کمونیسم از جهان برداشته بودن، چیزی به نام دشمن باقی نماند. اینا میخواستن یک دشمن فرضی ایجاد کنند. دشمن فرضی جز اسلام چیزی دیگر را پیدا نکردن. خواستن نیروهای را عقده‌مند بسازن. شما میبینین که در الجزایر نهضت اسلامی عباس مدنی و نبی بالحاج به پیروزی میرسه در انتخابات، ایشان اجازه نمیدن حکومت بکنن. 20 سال قبل در مرحوم نجم الدین اربکان در ترکیه به پیروزی رسید، اجازه ندادن، کودتا کردن، پس آن مشکل تحولاتی در ترکیه به وجود آمد. در مصر نهضت اسلامی اخوان المسلمین به پیروزی رسید، از طریق انتخابات حکومت مشروع مصر سرنگون ساختن. 20,000 نفر دانشمندی که به دموکراسی معتقد بودند، به آرای مردم معتقد بودند، تحصن کردند، در میدان رابعه العدویه مسجد رمسی با گلوله بستن، حریق کردن، نابود کردن. این شرایط طوری بود که مسلمان ها جز به خشونت به چیز دیگه دست نزد. نیروهایی که فعلا به نامهای مختلف قد علم کرده و قیام کرده، ما از لحاظ کارشناسی و ریشه‌یابی ما دقیق شویم. ظلم و استبداد نیروهای غربی و شبکه‌های استخباراتی
و حکومت‌های تلفروشی عرب وابسته به غرب ایالت تحمیل کردن برای از اینها تا اینا عقدمندانه جریان‌های ایجاد شود تا با نام این و آن هم از یک طرف اسلام ضربه ببینه و از طرف دیگری امریکایی ها و غربی ها بتوانه اهدافی که در منطقه داره، اهدافی که در خاور میانه داره، اهدافی که در ساختن اسرائیل بزرگ داره، اهدافی که در تسخیر همه جهان اسلام داره ای برآورده شود. با همه اینا ولی یک مشروعیت جهانی هم نیاز است به هر حرکتی. در اون زمان یک مشروعیت جهانی بود، یعنی تمام دنیا بجز اقمار شوروی پشت سر ملت افغانستان ایستاد بود. امروز هم مشروعیتی که دولت افغانستان داره در بیرون، در داخل ملت افغانستان و نیروهای امنیتی است، ولی در بیرون جهان هم با ایناست، یعنی مشروعیت جهانی هم داره که جهان به اینا کمک میکنه. من از این نظرم میخواستم کوتاه بگم که چه مقدار تاثیر داشته. خدمت شما عرض کردم که تاثیرات قطعا ما نمیتوانیم که سالهای جهاد را با سالهایی که امروز وجود داره این را به شکل یکسان اعلام بکنیم، فرقای بسیار کلی داره. من مفتی نیستم که در ارتباط فتوا بدم. این موضوع را با علمای کرام میگذاریم که اوضاع را به شکل دقیق و کارشناسی با صورت دقیق و عمیق مطالعه بکنن و در ارتباط فتوای خود بدن. تنها من ابراز میکنم که عوامل جنگ هایی که امروز سرتاسر جهان اسلام را و نابودی کشانده، اگر در عراق، اگر در سوریه است، اگر در لبنان است، اگر در افغانستان است، ریشه ازی و محور تمام شرارت ها کشورهای سلطه‌گر غرب در منطقه است. آقای مسلمیار، بحث جمع میکنیم و یک سوال میخوایم مشترک مطرح بکنیم، از شما آغاز بکنیم که یک مقدار زمزمه های در این 13 سال ضد جهاد شنیده شد و یک اقدام های هم انجام گرفت که به شکلی و به نوعی مسئولان جهاد، رهبران جهاد از ساختار حکومت بیرون زده شد و حتی تبلیغات هم صورت گرفت که به نحوی جهاد افغانستان کمرنگ بسازد. چی فکر میکنین با توجه به فضا و شرایطی که در افغانستان وجود داره و همچنین جهان وجود داره و تلاش میکنن که جهاد افغانستان پررنگ نباشه و نشانه هایش به مرور زمان فراموش شد، چی فکر میکنین؟ آیا واقعا خواهند توانست این تلاش ها سرانجام به نقطه برسه که جهاد افغانستان فراموش شد، آثار و نتایجش دیگر به چشم دیده نشه، یا که فکر میکنین جهاد افغانستان و نتایجش فراتر از است که ادعی بتوانن او را محدود بکنن یا کمرنگ بسازن و یا حتی تصور بکنن که ایرا از بین ببرن و نابود بکنن؟ دا چې د شرق و د غرب سره هر فکر دی، هر دسیسه چې د دې په زړه کې ده، اما د افغانستان د مجاهدینو جهاد ټول جهان ته معلوم دی چې داسې یو شرعي سبا لري، یو شرعي سیستم چې ما مخکې هم درته وویل چې یو راهنمود دی چې هغه قرآن کریم دی، په هغه اساس باندې آغاز شوی. هیڅ اسلام او هیڅ مجاهد ولس یا که په دنیا کې دی که په افغانستان کې دی دا نادیده نشي نیولی. دا ټول دنیا ته معلومه ده چې موږ د جهانیانو په مقابل کې د څه شي دپاره مبارزه شروع کړه او په څه د څه شي دپاره مو ختمه کړه. ورسره ختمه خو دی کړه چې زور یې ونه رسېدی. دا که امریکا دی که انګلیس دی که شرق دی که غرب دی، د جهان کفري ملکونه دي، د دې سره چې هر علت و انګېزه ده، هره دسیسه چې په زړه کې ده، که قصد ده یو د بله څخه اخلي د افغانستان د مجاهدینو سره یې کومک کوي یا یې کړی دی، دا د دوی خپل عمل دی، د دوی خپل پلان دی چې په زړه کې دی. اما د افغانستان مجاهدین خپله یو مشخصه برنامه چې هغه د شریعت پر بنسټ برابره ده او د قرآن کریم په هدایت باندې آغازه شوې ده. د مجاهدینو فقط دا هیڅوک په زندګۍ نادیده نشي نیولی. دا شکست ناپذیره ده دا خبره په دنیا کې په جهان کې هم د تل دپاره، هم د دې نه مخکې هم د تل دپاره. بسیار سپاس. آقای تهانت شما چی فکر میکنید؟ سوالتون تکرار. گفتم با توجه به اینکه در این 13 سال یک مقدار حرکت های انجام گرفت که جهاد افغانستان کمرنگ نشان داده شد و ممکن است ابزارهایی را هم اینا استفاده بکنن در آینده، چی فکر میکنن؟ آیا جهاد افغانستان فراموش خواهد شد، نتایج و آثارش دیگر محو خواهد شد، یا اینکه این حرکات ها هیچ گاهی نخواهد تونست که این دوره درخشان 10 ساله و یا بهتر است بگیم 14 ساله را کسی فراموش بکنه یا از بین ببره؟ شما ملتی که به منظور تربقای حاکمیت نظام الهی
2 میلیون شهید داده باشه، ملتی که 5 میلیون آواره بودن قبول کرده باشه، ملتی که بیشتر از 4.4 میلیون انسان معلول و معیوب باشه و منظور اینطور یک هدف بزرگترین سرمایه های عظیم مادی و معنوی را تقدیم کرده باشه. تعداد شهدای ما بیشتر از نفوذ بعضی کشورهای خلیج و کشورهای شیخ عرب است. شهادت 2 میلیون انسان حرف مفت نیست. ملتی که در یک روز 24,000 نفر شهید داده باشه، ملتی که در یک روز 12,000 انسان در زندان پل چرخی از بهترین شخصیت ها جان خود با جانان تسلیم کرده باشه، ملتی که همه هست و بود خود به خاطر اهدافش داده باشه. آنهایی که فکر میکنند این ملت از اهداف بزرگ، از استراتژی عظیمش که اسلام و جهاد و افغانستان اسلامی است بر میگرده و این را کمرنگ بسازن، قطعا خودشان کمرنگ میشن، قطعا خودشان در انزوا قرار میگیرن. یک کشور هیچگاه غرور و عظمت جهاد و مجاهده فراموش نمیکنن. اما یک حرفی دیگر است، اینها با مجاهد نماها درگیر شدن، اینها با کسایی که جهاد ترک کردن درگیرن، اینها با کسایی که از اصل خود خط جهاد را فراموش کردن، رفتن معامله های ننگین را به معامله های ننگین تن دادن. این ملت با آنها درگیرن. ما امروز در هر مسجدی که داخل میشم بحثی از جهاد و مجاهدت میشه، هزاران نفر همه اشک میریزن و همه با شهدا درود میفرستند. جناب استاد رحیمی، ما شما محفلای شهدا را گرفتیم، محفلایی که روزی نیست که میگیریم و ریاست محترم رادیو تلویزیون ملی بلخ نقش مهمی در حفظ ارزش‌ها داره. ما میبینیم که عملا این ملت آن چیزی که انسان صادق باشه و از دین و کشور دفاع بکنه، این ملت حرف او را میشنوه. اما خستگی ملت است کسایی که جهاد کردن به عنوان مجاهد باقی نماندن، از اونها خسته هستند، نه از جهاد و نه از مجاهد. سپاس. و آقای تماسکی شما چی فکر میکنید؟ محترم، مسئله جهاد را خواسته باشم که محو کنه و هیچگاه قدرتی نیست که این را محو کنه. آیه کریمه داریم بسم الله الرحمن الرحیم، من کان مع الله کان الله معه. هر کس با خدا بود خدا با او است. چراغ را که ازید برفروزد، هر آن کس پوف کند ریشش بسوزد. و میبینی که مثلا در افغانستان ما قدرت ها مداخله میکنن، این سمپاشی ها از طرف غرب و از طرف کشورهای بیگانه و دشمنان اسلام است، میخواد که مثلا خب علما را، جهاد را، اینا را در نظر مردم کمرنگ بسازه و مردم را فهمیدی با مجاهد را بدنام بسازه. و حالا که مجاهد خب هرگاه که مجاهد به عقیده خودش ثابت باشه، هیچگاه نمیتونه کس به عقیده او تسلط پیدا کنه. و توکل خدا جهاد ما همیشه با دوام است. چون چی داریم؟ ما یک قانون داریم که میگه شریعت غراء محمدی صلی الله علیه و سلم مستمر الی یوم القیامه، الجهاد ماض الی یوم القیامه. خب جهاد هم همینطور تا روز قیامت فهمیدی ادامه داره برای هر ملت و هر مردم و هر کش. مثلا میبینی که امام حسین نواسه پیامبر در مقابل ظالمین قلم کردن و ما از ملت خودخواهان ایستیم که وحدتشون را حفظ کنه، همه رو با خدا بیارن و عقاید اسلامی را حفظ کنه و انشالله هیچ گونه غلطی هیچ کس نمیتونه و در افغانستان ما هیچ مداخله نمیتونه. هر کس مداخله کنه مثل روسیه شرمسار و خیالت زده خواد بیرون شد. انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای تماسکی، آقای توانا و مسلم یاسر. بنده ارجمند، این بود صحبت ما با شماره از مجاهدان. ما اجازه بدید در پایان این روز فرخنده و خجسته را برای تمام ملت افغانستان، به ویژه برای جهادگرانی که 14 سال در سنگرهای داغ جهاد رز میدن درشان تبریک بگیم و یاد بکنیم در پایان از تمامی شهدای عزیزی که برای دین، اسلام و آزادی وطن جانهای شیرینشان را از دست دادن. تا صحبت دیگر و گفتمان دیگر، بدرود.